در پادشاهی یخزده ریفنارت، جایی که افسانه‌ها و امیدها در میان برف و یخ دفن شده بودند، شخصی به نام گرید زندگی می‌کرد. داستان ما درباره اوست، یتیمی که از هیچ آغاز کرد. مردی که روزی هیچ بود و روزی رسید که افسانه‌ها نامش را در زمزمه‌های باد تکرار می‌کردند. اما این پایان داستان نیست، این تنها آغاز است. همه چیز از یک واقعه عجیب شروع شد، روزی که آسمان شکافت و اتمسفر زمین در یک لحظه به جهنمی از یخ تبدیل شد. سرمایی شدیدتر از مرگ که جهان را در سکوتی منجمد فرو برد. در این آشوب انسانها به دو گروه تقسیم شدند. آنان که به نوس، شهرهای مصنوعی شناور در فضا پناه بردند و آنان که جا ماندند. اما جاماندگان از روی شجاعت نماندند، بلکه از سر اجبار در جهنم یخی زمین باقی ماندند و آنهایی که ماندند به هیولا تبدیل شدند. نه هیولاهایی با شاخ و دم، بلکه انسانهایی که برای بقا اخلاق و انسانیت را قربانی کردند. دزدی، خیانت، کشتار، اینها قوانین جدید زمین بودند. و گرید، او یکی از همین بازماندگان بود. یتیمی تنها، بدون دانش، بدون قدرت و بدون حتی یک ذره امید. روی بقایای یک برج مخروبه ایستاده بود. بادی سرد می‌وزید، انگار می‌خواست آخرین نشانه‌های زندگی را از او بگیرد. لباس‌های کهنه‌اش مثل کاغذ نازک بودند. انگشتانش چنان بی‌حس شده بودند که حتی نمی‌توانست دستانش را مشت کند. چشمانش به افق یخزده خیره مانده بودند، جایی که هیچ نوری نبود، فقط سرمای بی پایان. اشک از گونه‌هایش پایین افتاد و در لحظه یخ زد. لب‌هایش لرزیدند، نفسش را با سختی بیرون داد و گفت: اگه این زندگیه، پس مرگ چیه؟ بادی سردتر وزید و گرید تصمیمش را گرفت.